سلام، به طلایی کوک خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه این کوفته تبریزی خوشگل و خوشمزه رو درست کنیم. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. حین درست کردن این کوفته تبریزی خوشمزه میخوام بهتون تاریخچه کوفته رو بگم. این کوفته اسمش از کجا اومده، چرا این اسمو براش انتخاب کردن، اولین بار کجا درست شده و روند تکاملش چجوری بوده. مواد لازم کوفته اول از همه گوشت چرخ‌گرده است که 80 به 20، 80 گوساله 20 گوسفندی. اینم ادویه هامونه، نمک و فلفل و زردچوبه. اینم سبزیه کوفتمونه، زعفرون دم کرده، پیاز رنده شده، برنج و لپه پخته شده، تخم مرغ و سبزی‌های معطر خشکمون. اینم موادیه که داخل کوفته رو میخوایم باهاش پر کنیم: آلو، پیاز داغ، زرشک و گردو. خب اول از همه گوشتمون رو با ادویه و سبزی خشکمون و پیاز رنده شدمون کامل 2-3 دقیقه ورز میدیم که بافتش منسجم بشه. ما بین ورز دادن گوشت بهتون میخوام اول از همه بگم که اسم این غذا از کجا آمده. اولین بار این غذا توی امپراتوری عثمانی تو ایران باستان درست شده. ریشه اسم این غذا کاملا فارسیه. اسم کوفته از فعل کوبیدن یا کوفتن میاد. حالا علت نامگذاریش چی بوده؟ اون زمان به خاطر اینکه چرخ گوشت و چیزی برای خورد کردن گوشت نبوده، گوشتا رو برای اینکه بتونن درست کنن و خورد کنن توی هاون میکوبیدن. به خاطر همین این غذا اسمش شده کوفته. از فعل کوبیدن یا کوفتن میاد. تو زمان عثمانی وقتی این غذا رو میخواستن درست کنن خیلی ساده بود. ترکیب گوشت له شده با یه سری ادویه بود. اما ایرانی‌ها تو تکامل پیدا کردن این غذا و رسیدنش به کوفته الان خیلی تاثیر داشتن. این غذا یه قدمت چند هزار ساله توی تاریخ آشپزی داره، توی آشپزی دنیا. به خاطر اینکه خیلی ساده بوده، قدیما از ترکیب گوشت و ادویه خیلی استفاده می‌کردن برای اینکه یه غذای منسجمی رو درست کنن. خیلی رایج بود. اما به مرور زمان تغییر پیدا کرده، رسیده به این غذایی که ما الان می‌خوایم درستش کنیم. 2-3 دقیقه کامل گوشتمون رو ورز میدیم تا این شکلی منسجم بشه. چند بار اینجوری میکوبیمش تا هواش گرفته بشه. جالبه بدونین که این غذا توی ترکیه، پاکستان و هندم از قدیم وجود داشته، اما به شکل‌های مختلف. من برای درست کردن کوفته از دستکش استفاده نمی‌کنم، چون تمام پلاستیک ممکنه با طعم گوشت قاطی بشه و طعم خوبی نگیره. دستتون رو بشورید و بدون دستکش درست کنید، اینجوری خیلی بهتره. مرحله بعدی له کردن لپه است. لپمون رو یه کمی له کردیم. حالا وقت اضافه کردن لپه، برنج، سبزی و تخم مرغ به ترکیب گوشتمونه. یک کمی هم زعفرون اضافه میکنیم. حالا هم میزنیمش. در
حین هم زدنش ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم. گفتیم این غذا ایرانیا خیلی توی تکمیلش تاثیر داشته. اول از همه گفتیم خیلی ساده بود، در حد ترکیب گوشت با ادویه بود. اما ایرانیا اومدن یه تغییری توش به وجود آوردن. به مرور زمان مثل همین کوفته تبریزی بهش برنج و لپه و تخم مرغ و سبزیجات اضافه کردن. وقتی اینا رو اضافه کردن تبدیل شد به یه غذای عیونی تر. وقتی تبدیل شد به یه غذای عیونی تر اونو برای پادشاهاشون درست میکردن، چون ترکیب گوشت و برنج بود، چند تا مواد خیلی مقوی، سیر کننده و خب گرون. الانم هر قومی یه شکلی کوفته رو درست میکنه. تبریزی‌ها بهش برنج یا لپه یا هر دوشو میزنن. بینش هم آلو و زرشک و پیاز داغ و گردو میذارن. همونطور که گفتم این غذا توی هند و ترکیه و پاکستان هم درست میشه، اما هر کدوم طبخش یه ذره با مال ما متفاوت. ترک‌ها اونو سرخ میکنن یا کبابیش میکنن. ما بیشتر اونو بخارپز یا آبپزش میکنیم، مثل الان که میخوام تو ادامه ویدیو بهتون توضیح بدم. پاکستانیا و هندیا چون کلا غذاهای تند میخورن، کوفته رو به اندازه های کوچیکتر کوفته قلقلی درست میکنن، توی سسای تند یا سس کاری اونو میپزنش. خب رسیدیم به قسمت هیجان انگیز پر کردن کوفته ها. از موادمون اندازه 1 پرتقال برمی‌داریم. اینقدر. توشو اینجوری گود میکنیم. این شکلی. حالا از موادمون هر کدوم یه ذره توش میذاریم. پیاز داغ، زرشک، یه دونه آلو، دوتا هم گردو. حالا همین شکلی مواد رو میاریم روی بقیهش. چند بارم اینجوری میزنیم تا کامل منسجم بشه. این شکلی. از اون حجم مواد 4 تا کوفته انقدی درست میشه. بریم با هم سسش رو درست کنیم و کوفته هامون رو توی سس بپزیم. و بهتون بگم که این غذا با تغییراتی که توی این سالها توش به وجود اومده جزو یکی از غذاهای پرطرفدار و غذاهای سنتی کشورمونه و غذای سنتی تبریز محسوب میشه که به این سبک درستش میکنن و خیلی هم خوشمزه است. اول از همه ربمون رو تفت بعد بهش ادویه ها رو اضافه میکنیم. سبزی‌های معطرمون رو اضافه میکنیم. پیاز داغمون رو اضافه میکنیم. بعدش آب جوشمون رو. حالا کوفته هامون رو به سس اضافه میکنیم.
چند دقیقه یه بار این کار تکرار میکنیم. ادامه زعفرون رو هم بهش اضافه میکنیم. درش رو میذاریم و 1 ساعت به زمان میدیم تا کامل بپزه. خب کوفتمون آماده است. یه ذره از سس روی کوفتمون میریزیم، بعدش هم اونو با گردو و زرشک تزیین میکنیم. خوشحال میشم چنلمو به دوستاتونم معرفی کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.